وخان یکی از گوشه‌های سرد و دورافتاده افغانستان، ساکنانش از محرومترین شهروندان کشورند. به دلیل سرمای سخت و راه‌های دشوارگذر ماه‌ها از روستاهای خود بیرون آمدن نمی‌توانند. مواد خوراکی درست هم ندارند. خدمات طبی مناسب نیست. بسیاری از مردم را بیماری‌های راه‌های نفس آزار می‌دهد. عبدالقدوس رئیس شورای انکشاف دهه بروغیل ناحیه وخان است. 70 نفر ما به دست خود از دست همین مریضی کرونا ما به خاک به دست خود به خاک بردیم. هم کودکا هم زنا. حرارت در این دهه در بین کوههای پامیر از 20 درجه هم پایان می رود. سرپناه مردم خانه های گلین است که گرمی آنجا نمی ماند. دار و نادار ساکنان این خانه چند ظرف آهنین و فرشی فرسوده و نم کشیده است. همه ساله سرمای سخت و گرسنگی از ساکنان این دهه قربانی می گیرد. اونجا استفاده مردم نان خشک است و چای است. دیگه ویتامین اونجا وجود ندارد. از نگاه ویتامین بسیار مردم با مشکلات مواجه است. یعنی بیشترین اطفالای خود را در ماه سردای زمستان از دست میده. آمدن چرخبال در چند روز پیش برای این مردم نویدی روز خوبی بود. وزیر حالتهای فوق‌العاده افغانستان خودش محصولات نیازی اولیه آورد. امروز ما شاهد روند توزیع برای 152 فامیل در پامیر خرد هستیم که عملا جریان توزیع هم پول نقد، هم مواد غذایی و هم مواد البسوی و کیت های صحی ما عملا آغاز شده و تلاش داریم که این روند برای پامیر کلان هم ادامه بدهیم. نور خاوری رئیس اداره تندرستی ولایت بدخشان هم به وخان آمده بود. خودش بیماران را معاینه می‌کرد. میگوید نبود ویتامین کافی در بدن کودکان آنها را در برابر بیماری‌های گوناگون آسیب پذیر کرده است. در اینجا مردم به سبزیجات عادت نداره. مردم در اینجا میوه را نمیشناسه. بنابراین حتما به کمبود ویتامین یا تمامشان مصاب است. روستای بروغیل ناحیه وخان در 371 کیلومتری شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشانی افغانستان واقع است. راه‌های دشوارگذری آن در زمستان به سبب برف زیاد برای هفته‌ها کس ناگذر می‌شوند. روستاهای دیگری وخان نیز عین وضعیت را دارند. گرچند مقامات دولتی عهد دادند کمک بیشتر می‌آورند، اما چشم امید مردم به جستجوی راه حل دائمی مشکلاتشان است. آنها میگویند باید راه‌هایی که به روستاهایشان میرسد باز نگه داشته شوند، صاحب خدمات تندرستی باشند و زمینه تحصیل برای کودکانشان فراهم شود.